به خاطر بریانی مواد لازمه: پیاز 5 عدد، سیر 1 غوزه، گوشت مرغ 1 کیلو، ادرک یا زنجفیل تازه، لیمبو 1 دانه، بانجان رومی عدد، روغن مقدار ضرورت. پیاز گلدن براون پیاز میکشیم. پیاز کشیدیم، سیر ادرک را سراشک کشیدیم، میریم داخل روغن سرخ میکنیم، مورد سرخ میکنیم. بعد از باز دیگه گوشت مرغ خود اضافه میکنیم. گرم سرخ شد، این بریانی مساله را در داخلش خالی میکنیم. گرم ایران سرخ میکنیم. یکم مورد سرخ کردیم، زیاد سرخش نمیکنیم دیگه. بالا از باز این بانجان میکنه داخلش خالی میکنیم. گرم دوستان عزیز که از یادم رفت، نانا رو داخلش میندازیم. و یک گشنیز مدینه روز میده کرده بودم، در داخل گیزر مانده بودمش، گشنیز میده رو داخلش میندازیم دیگه. خب صحیح را سرخ میکنیم. سرخ کردیم این آره این پیاز سرخ کرده خدا میگیریم، میرم داخلش رو گرم میندازیم، میرم سرخ میکنیم. نال دیگه نصف لیمو رو در داخلش هم میش بریم که آبشه. واه 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 مزدار. لیمو سرخ شد، در داخلش آب جوش بریزیم، بر نیم ساعت پختهش میکنیم. تمام نیم ساعت میمانیمش پخته شد. کیلو برنج سیله میشه. اینا بخیر گوشت ما 20 دقیقه بعد پخته شد دیگه. ناله در بخش بعدیش میریم. خب برنج ششتم، باز یک ساعت آب ترش کردم، باز آب جوش کردم، برنج داخلش انداختم، یکم وار زیره و نانا داخلش انداختم دیگه. نال جوش میده تا تقریبا 80% که برنج پخته شود. باز در مرحله بعدیش میریم. برنج جوش دادیم تقریبا دیگه 80% نرم شده. خب صحیح دیگه. ناله در بخش دیگهش میریم. با کار آخری کمک کنه مشکل است، بخاطر که ما استند کامرا ندارم. این رقم میگیریم، فقط برنج پست دیگه در دیگه متو مندازیم آبش نریزه. این رقم برنج در زیرش قف دیگه وار میکنیم. یکم واری نزیم پیاز بریان شده در سرش مندازیم. یکم واریم از این نانا سرش مندازیم. و دیگه اینمی قرمه را که جور کردیم، مسائلی را که جور کردیم، این از این باز سرش مندازیم. کتی مسائل شک جایی و این مدت دوامدار تا که کل برنج خلاص شد. این رقمی ایرا تا آخر پیش میبره. نه دیگه نیام خلاص شد. این مدت ورق مندازین داخل هم دیگه. باز اینمی نانا را که دی پیاز بریانی که از اول بریان کردین در سرش مندازین و در آخر رنگ شیرین یا زعفران فقط یکم کم در سرش هم مندازین. بس دیگه متر قرار بر نیم ساعت ایره ددم میمانین. اگه دیگه بخار دارین دیگه بخار فقط 5 دقیقه ددم بانینش. یک ذره آب جوش در زیرش پرتین به خاطر که برنجتان نچسبه دیگه. بریانیتان 5 دقیقه بعد تیار است. اگه دیگه بخار ندارین نیم ساعت کتی یگان صافی سرش پت کنین و در سرش یک چیز گرنگ بانین که دم بگیره.